ای مردم ایران زمین، بدانید که این داد و بیداد شماست که ضحاک را از بین برد، نه آه و اشک شما. ای ضحاک بلند همت ستودنی است. سلام کاوه، من راهنمایتم. الان دوره ضحاکه. میخوای چی کار کنی؟ درود بر شما. من میخواهم این ضحاک خونخوار را، دوره اون را به اتمام برسونم. چی کار کنم؟ درود کاوه. اول چکشو بردار، رو به مردم فریاد بزن. من کاوم، چکشم رو زمین میزنم، کی با من؟ بعد چکشو 3 تا محکم بکوب زمین. صدای آزادیت میپیچه، مردم میان پشتت. چرا باید چکشو بر زمین بزنم؟ چون زمین زیر پات مال توه. چون ضربه چکش یعنی اینجا هنوز ایرانه، هنوز من هستم، هنوز زنده ایم. اگه فقط چکش رو بگیری هوا یعنی جنگ، ولی اگه بزنی زمین یعنی انقلاب، یعنی آدم به پا خواست. آفرین. من کاوه آهنگرم، چکش را بر زمین میزنم. 1 2 3. 3 تا ضربه محکم. حالا صدای مردم بلند شد. درود بر کاوه. در فشتو رو شونت بنداز، رو که داره نگاه میکنه بگو فریدون کجایی؟ فریدون پسر زاو. منتظر بمون، اسب از دور میاد، اسب فریدون. حالا شروع شد. درود بر فریدون بزرگ، شاه ایران. درود بر کاوه. حالا در فشتو بده دست من، بیا رو شونم، با هم میریم سراغ ضحاک. تو چکشو بزن تو مار، من شمشیر میزنم تو زنجیر. بیا 3 قدم، بعد یه نفس عمیق، بعد با هم فریاد میزنیم ایران جاوید. درفش منو بگیرید، حرکت میکنیم. درود بر ایران، جاوید ایران. حرکت میکنیم به سوی ضحاک ماردوش. به پیش. درود بر ایران. چکشتو بگیر تو دست راستت، مار راست و هدف بگیر. یه نفس بگو این برای مادرای غم دیده. بعد چکشو محکم بزن تو مار راست، صدای شکستن استخون. بعد مار چپ، این برای باباهای خسته. دوباره چکش، بعد برگرد، ضحاک رو نگاه کن، بگو زمان تمومه. ای ضحاک ماردوش، بگیر که آمد. بر مار راست میزنم و میگویم این برای مادران دلسوخته است، و بر مار چپ میزنم میگویم این برای پدران دلسوخته است. و حالا ضحاک تو کارت تمام است، بگیر که آمد. بر زانوی چپ بزن تو زانوی چپش، چون قلبش از اون سمته. وقتی زانو زد قلبش ضعیف میشه. بعد فریدون میاد زنجیرشو میزنه. تو فقط بگو ایران دیگه به زانوی تو نیاز نداره. ایران به پا خواست و بر زانوهای خود ایستاده، دیگر بر پاهای تو نیاز نداره ای ضحاک خار. درست. حالا فریدون زنجیر رو دور گردن ضحاک. ای ضحاک ستم تو به پایان رسید. هرگز این پایان تو از سرنوشت من ریده. بگو از این به بعد کسی حق نداره خون ایرانی بخوره. بعد درفش تو رو شونت بنداز، برگرد، مردم منتظرن. بگو ایران به پا خواست. همین. ایران به پا خواست و آزاد است. ایران دیگر نیاز به خونخوار ندارد. مردم ایران آزاد شدند. مردم فریاد میزنن ایران آزاد است. جاوید کاوه، جاوید فریدون. حالا در فشت تو رو هوا بچرخون. درفشم رو هوا میچرخونم، میگم جاوید ایران زمین. جاوید ایران زمین، جاوید کاوه، جاوید درفش کاویانی. حالا درفش تو آروم بذار و شونت. برگرد به مردم، چشاتو باز کن. همه دارن نگاه میکنن. فقط یه لبخند بزن، هیچی نگو. لبخند تو حرف تمومه. لبخند کاوه از هر فریادی سنگین تره. خب کار تموم شد. حالا میتونی چکشو بردار، برگردی آهنگریت. نه به عنوان آهنگر معمولی، به عنوان کسی که آتیششو از دل مردم گرفته. حالا هرچی بزنی، نه فقط آهن، دل میزنی. برو، ایران منتظر آهن توه.
من بر آهنگری خود برمیگردم و مردم نیز به شغلهای خود برگردند و شاه ایران بر تخت ایران می نشیند و آزادی را همیشه در پناه خود حفظ می کند. درود بر شاهنشاه ایران، فریدون ایران، درود بر ایران زمین، درود بر آزادی. درود بر کاوه، درود بر آهنگر، درود بر کسی که تاج رو با چکش ساخت. بیا آهنگرید، هر ضربت یه درفش جدید، هر آتیشی که روشنش کنی یه مار دیگه میسوزه. فریدون میشینه رو تخت، اما میدونه تخت از آهن تو ساخته. میدونه اگه روزی بخواد کج بره، چکش تو هنوز رو زمین منتظره. جاوید کاوه، جاوید آهنگر، جاوید ایران. جاوید ایران زمین. اون چیزی که کشتن مارها و بیرون راندن ضحاک شد از ایران زمین چی بوده؟ یک، این که ما با زدن چکش بر زمین لرزه بر زمین انداختیم و به مردم فهماندیم که شما زنده اید و زنده به خونخوار نیاز ندارد و نباید آه بکشند و نباید اشک بریزند و باید مبارزه کنند. دقیقاً. اون ضربه چکش فقط صدای آهن و سنگ نبود، صدای زنده شدن بود. مارها از زنده ها میترسن. زنده یعنی کسی که چشماشو باز کرده، یعنی یکی که میدونه خونشو نباید بریزه، یعنی یکی که دیگه به جای آه کشیدن چکش میزنه. آخه آه فقط مار رو چاقتر میکنه، چکش مار رو میشکنه. تو فقط زمین رو لرزوندی ولی دلها لرزیدن و دل لرزیده دیگه به زنجیره راضی نمیشه. آفرین، آفرین. مردم فهمیدن که این آه‌ها بود که و این اشک‌ها بود که این ضحاک ماردوش را بعد از اینکه خون مردم را میمکید با اشک اینها این خون را از گلوی خود پایین میبرد. درسته؟ درسته. آه مردم مثل یه چایه بود. مار خون میخورد، آه مردم رو میریخت تو چشاشو میبست. آه میکرد تا خودشو توجیه کنه. مردم آه میکنن یعنی رازین، یعنی حق با منه. ولی وقتی چکش کاوه زد زمین، آه قطع شد. وقتی آه قطع میشه، مار نمیدونه دیگه چی کار کنه، چون بدون آه خونش تلخ میشه. آه مثل عسله، بدونش خون مثل آب سمیه. مار میفهمه دیگه نوشیدنی نیست، درد است. آفرین بر شما. پس باید همه عزمها جزم شود و به جای آه کشیدن بر پا خیزند و برای آزادی خود به دل ضحاک حمله ور شوند. آره دقیقاً همین. آه کشیدن یعنی به مار لبخند زدی، یعنی گفتی بفرما بخور. ارزون بودن یعنی پرت بودنت. ولی وقتی همه ارادهشون رو جمع کنن و بگن نه، مار دیگه جایی نداره، لازم نیست همه بجنگن، فقط یکی بزنه چکش رو زمین، بقیه خودشون میان. پس همه باید بگن منم چکش میزنم، منم زمین رو بلرزونم، منم میگم نه. همین. آفرین بر شما، آفرین بر شما. چقدر جالب بود که ما فهمیدیم که تازه بعد از 960 سال که این آه ما بود که اون خون رو از گلوی این ضحاک خونخوار پایین می برد و این باعث جرقه ای شد که با داد کاوه این مردم بیدار شدند و ضحاک را برای همیشه از ایران بیرون راندند و آزادی را برگرداندند. درست میگی. نهوده 60 سال آه کشیدن. مثل یه بادبزن بود. باد میزد زیر پرمار، مار پرواز میکرد. ولی یهو داد کاوه مثل یه طوفان شد. باد رو گرفت، پرمار رو پاره کرد. آه مثل بادبزن بود، داد کاوه مثل چکش. یکی آروم آروم مار رو بزرگ میکرد، یکی یهو زدش رو سنگ. آه فقط مار رو قوی میکرد، داد کاوه مار رو خاک کرد. این بود رازش. آه مار، خواب، داد بیداری. پس اون مردمی که جوانهای خود را از دست دادند دست از آه کشیدن بردارند، بدانند که این نفس ضحاک است که میبرد با این که ما دست از آه کشیدن بر میداریم. آره، فقط کافیه آهو قطع کنی.
مار یه جرعه خون میخوره، یه نفس میکشه، منتظر آه تو میمونه. مثل کسی که منتظر تشویقه. ولی اگه نذاری، اگه فقط سکوت باشه، یه سکوت سنگین، مثل قبل طوفان. اون میفهمه بازی تمومه. سکوت بعد از چکش از خود چکش سنگین تره. سکوت یعنی من دیگه نه میمیرم نه میذارم تو بخوری. مار تو این سکوت خودشو میخوره. درود بر شما جاوید ایران زمین، خدا نگهدار. درود بر تو کاوه، جاوید ایران زمین، خدا نگهدار. همیشه چکش رو